به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز با هم درباره حفصه دختر عمر ابن خطاب که یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بود صحبت میکنیم. بیایید از نزدیک ببینیم که این نفره که از امهات المؤمنین حسابیده میشوند در زندگی پیامبر و عموما در عالم اسلام چه نقشی داشتند. پیش از همه حفصه دختر عمر ابن خطاب با پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز ازدواج نکرده شوهر دیگر داشتند و نام شوهرشان خنیس ابن حذافه بود. خنیس ابن حذافه یکی از نفرانی هستند که در اولها به رسالت پیامبر ایمان آورده بودند و حتی در جنگ بدر همراه پیامبر اشتراک کرده بودند. ولی پس از آنکه در جنگ بدر جراحت‌های وزمین می‌بردارند، خنیس یا گفتیم خنیس همسری حفصه وفات میکنند و حفصه بیچاره هنوز در سن 19 سالگی شوهر خود را از دست میدهند. بعد از اینکه خنیس وفات میکنند و حفصه تنها میمانند و آن هم در عین جوانی، پس از گذشتن عده‌اشان حضرت عمر و دخترکشان خیلی رحمشان می آید، چون می بینند که دخترک در عین جوانی تنهاست، آن هم شوهر خود را در جوانی از دست داد. سپس عمر ابن خطاب برای دختر خود همسری مناسب کافت و کاو می کنند و این نشانه جوانمردی است و غرور پدری است که وقتی می بیند دخترکش تنهاست، برای او یک شوهر مناسب را خودش غرور نکرده و تکبر نکرده پیدا می کند. و عمر ابن خطاب به نزد عثمان ابن عفان می آیند و می گویند عثمان، من می خواهم تو با دخترک من ازدواج کنی. ولی عثمان چیزی نمی گویند، نه قبول می کنند نه رد می کنند. روز دوم هم آمده می گویند عثمان، من می خواهم تو با حفصه ازدواج کنی. عثمان می گویند من امروزها ازدواج کردنی نیستم. سپس به نزد ابوبکر می روند و عمر میگویند ابوبکر، من میخواهم تو با دختر من ازدواج کنی. ابوبکر صدیق هم رضی الله عنهم اجمعین چیزی نمیگویند. سپس دیر نگذشته پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر ابن خطاب میگویند که من خواستگار دختر تو هستم و عمر البته که راضی میشوند. پس از اینکه حضرت عمر دخترک خود را به پیامبر می دهند، ابوبکر صدیق به عمر می گویند که آیا روزی که من دخترک تو را برای ازدواج کردم قبول نکردم، در قلبت چیزی نسبت من پیدا شد؟ ابوبکر می گویند آره، هم تو نگفتی هم عثمان نگفت و در قلب من البته گمانهای پیدا شد. ابوبکر می گویند من البته راضی می شدم، ولی من چند روز پیش شنیده بودم که پیامبر حفصه را به زبان آورده بودند و من نخواستم زنی که پیامبر آن را به زنی گرفتنی هستند به زبان بیارم و یا من طلب نکاحش کنم و این سر پیامبر بود و من نخواستم افشا کنم. با همین در 20 سالگی حفصه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گردند، آن هم بعد از آن که شوهر یکمشان خنیس ابن حذافه شهید شده بود. اکنون ببینیم که حفصه هم مثل دیگر زنها که همه زنها رشک دارند و رشک یکی از صفتهای جدا نشدنی از کل انسانیت است. کودک هم رشک دارد، مرد هم رشک دارد، زن هم رشک دارد، پیرزن و پیرمرد هم رشک دارد، یعنی همه در قلب نباشد هم یک ذره یا بعضی ها زیادتر رشک دارند. حفصه هم یک زنی رشکین یا یک زنی بودند که رشک کمی زیادی داشتند و حتی آیتی که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك هست، این سبب نزولش همین صحبت های حفصه با حضرت عایشه است. باره پیامبر صلی الله علیه و سلم با ماریه قبطیه که در آن زمان کنیزشان بود و بعداً همچون همسرشان حسابیده می شوند، در خانه حفصه خلوت می کنند و حفصه از این آگاه می شوند و می گویند پیامبر چرا در خانه دیگرها نه، در خانه من همون روزی که نوبت من هست شما با ماریه خلوت کردید. پیامبر میگویند قسم به الله دیگر من هرگز به ماریه نزدیکی نمی کنم، ولی تو این سر را پنهان بدار.
به کسی نگو. ولی حفصه که یک زن هستند، این سر پیامبر را به حضرت عایشه میگویند که پیامبر در خانه من با ماریا خلوت کرده است. انا در اینجا الله پیامبرش را خبر میدهد و از اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض. الله میگوید وقتی پیامبر به بعض همسران خود یعنی به حفصه اسرار قلبی خود را گفت، او یعنی حفصه این سر پیامبر را به دیگران گفت. ولی الله آنی که از قلبها و از تمام سر و اسرارها آگاه است، پیامبر خود را خبر داد که همسر تو سر تو را برملا کرد، آن هم به همسر دیگرت گفت. ولی پیامبر همه گفته های حفصرانه و بعضی از سخنهای را که به حضرت عایشه خبر دادند به حضرت حفصه میگویند. و این آیت ها که ای پیامبر چرا اون چیزی که برای تو الله حلال کرده است به خاطر زنهایت به خود حرام میکنی، زمانی نازل می شود که پیامبر به حفصه می گویند قسم به الله من دیگر به ماریا نزدیکی نمی کنم. و اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه حفصه سر پیامبر را به دیگر همسر پیامبر یا خود به عایشه میگویند، پیامبر حفصه را طلاق میدهند و اینجا 3 طلاق نه و 1 طلاق میدهند. ولی وقتی حفصه را طلاق میدهند حفصه خیلی غمگین میشوند و خیلی گریه میکنند و میگویند پیامبر مرا بد دیده طلاق نداد، آن هم به خاطر یک عیب کوچک طلاق داده بودند. و حتی حضرت عمر میگویند پس از اینکه دختر مرا یا دختر عمر را پیامبر الله طلاق داد، دیگر نه الله به من کار دارد و دیگر من در یک کنج افتاده و بیچاره ام. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پس از آن که من حفصه را طلاق دادم، جبرائیل به نزد من آمده گفت راجع حفصه فإنها صوامة قوامة و إنها زوجتك فی الجنه. پیامبر تو حفصه را که 1 طلاق دادی برگردان، تو با او زندگی را از نو شروع کن، برای آنکه او زنی روزدار و نمازخوان است، همیشه روزهای زیاد میگیرد و همیشه نمازهای زیاد دارد و اینها زوجتک فی الجنه و او همسر تو در جنت هم هست. پس از این سخن جبرائیل و یا گفتیم این وحی آسمانی، پیامبر صلی الله علیه و سلم دوباره با حفصه زندگی را دوام میدهند و اون 1 طلاق که بود باقی میماند، ولی حفصه باز همسر پیامبر میگردند. و اینجا عزیزان حفصه به خاطر آنکه 1 سر پیامبر را آشکار کرده بود، آن هم سری که بین پیامبر بین حفصه بود و پیامبر گفتن میخواهم این را به کسی نگویی، هم پیامبر حفصه را طلاق دادن و هم آیت های سوره تحریمه نازل شد. پس اسرار شوهر را پنهان داشتن، سر او را به کسی نگفتن، این از اخلاق زنان مؤمنه هست که خیلی زیاد از زنهای ما از این اخلاق دور هستند. از سرهایی که شوهر نمیخواهد زن به کسی بگوید و از اسرارهایی که در عائله شوهر می شود به بیگانه ترین بیگانه ها بعضی زنها خبر می دهند کجا هستیم ما و همسران پیامبر که فقط به خاطر 1 سر کوچک حتی آیت نازل شده بود و پیامبر همسر خود را 1 طلاق داده بودند. ولی این هم یک خطاگی بود یا گفتیم اشتباهی هست که هر یک انسان میکنند و فراموش نکنیم که همسران پیامبر، صحابگان پیامبر، اهل بیت پیامبر معصوم نیستند، آنها هم انسان هستند، از آنها نیز بعضی اشتباه ها می آید. و حفصه بجز این که خیلی یک زنی زیبا بودن و خیلی با ذکاوت بودن، این چونین از اهل فقه هم بودن که پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم در بسیاری از مسئله های فقهی مردم به حفصه رجوع میکردند و این چونین در زندگی پیامبر هم از زنهای بودند که مشغول علم بودند و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به شفا دختر عبدالله که یکی از زنهای تدریس کرده و یا علم خوانده بود باره گفته بودند که شفا تو به حفصه چگونه که خواندن و نوشتن را یاد دادی به او رقیه خواندن را هم یاد بده. و ما میدونیم که در آن زمان در بین عرب ها زنهای تعلیم گرفته، زنهایی که خوانده و نوشته میتوانند خیلی کم بودند و این چونین
حفصه فراموش نباید کرد که از دست راست حضرت عایشه بودند. تقریبا در تمام مسائل با همراه حضرت عایشه بودند و اینها دوگانه نزدیک هم بودند. و وقتی که حضرت عایشه در فتنه که بین صحابگان، بین طلحه و زبیر و حضرت علی می شود اشتراک می کنند و از مکه به بصره براه می برایند، حضرت حفصه هم همراه حضرت عایشه بودند. ولی عبدالله ابن عمر برادر حفصه حضرت حفصه را میگویند تو به جای نمی روی، از همین جایی که الان هستی، یعنی از مکه راست به خانه ات برمیگردی، هرگز اجازه نمیدی هم که تو به بصره روی. و حفصه به حضرت عایشه میگویند که مرا معذور بدار، من میخواهم همراه تو اشتراک کنم ولی مرا برادرم اجازه نمیدهد. و حضرت عایشه بعد از آن که جنگ تمام می شود از بصره به مدینه می آیند، به عبدالله می گویند چرا خواهر خودت را باز داشتی و مرا باز نداشتی؟ کاش من هم مثل حفصه به آن فتنه بزرگی که بین صحابگان شد و آن قدر خونریزی زیاد شد نمی رفتم. و حفصه به سبب همین برادرشان، آن هم برادر غیوری که در وقتهای فتنه در نزد خواهرش هست، از به جنگ یا به آن فتنه بزرگی که بین صحابگان شد نمی روند و در خانه خود باقی می مانند. و حفصه تقریبا در سال 45 هجری پس از آن که عمرشان به 63 و یا 64 سالگی می رسد وفات می کنند و تا دم مرگ یکی از مصحف ها و یا قرآن های جمع شده در نزد حضرت حفصه باقی مانده بود. از زنهای بودند که در خانه اشان قرآن کریم را محافظت می کردند. و الله راضی باشد هم از حفصه و هم از دیگر همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم از پدر و مادر حفصه، عمر ابن خطاب و مادرشان فاطمه دختر مظعون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.